راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی، عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم. بعضی وقتا توی زندگیمون به مرحله‌ای میرسیم که احساس میکنیم باید با کسی درباره اون موضوع حرف بزنیم. حتی موضوعی ترین فردی هم که میشناسید دوست داره درباره مسائل مختلف زندگیش با دیگران صحبت کنه و این مورد هیچ اشکالی نداره. تحقیقات نشون داده صحبت کردن میتونه میزان قابل توجهی از استرس و ناراحتی آدم رو کم کنه. یعنی صحبت کردن با یک دوست آشنا میتونه عملاً مثل یک جلسه تراپی عمل کنه. اما از اونجایی که به قول جناب ابن سینا هر چیزی کمش دارو، متوسطش غذا و زیادش سمه، زیاد صمیمی شدن و هر حرفی رو به دیگران زدن هم میتونه به ضرر ما تموم شه. همانطور که آرتور شوپنهاور هم میگفت آنچه دشمنت نباید بداند به دوستانت نگو. و امروز قرار با کمک توصیه‌های آبراهام لینکلن